حدیثی روز از شبکه حکمت. الله شراب را نوشنده آن را ریزنده آن را فروشنده آن را خرنده آن را تیار کننده آن را شخصی که تیار کردن آن را طلب نموده است. آورنده آن را شخصی که آوردن آن را طلب نموده است همه را لعنت نموده است. راه راست و نجات هر یک مؤمن این سنت محمد صلی الله علیه و سلم است.